با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. آرتین عبدالعالی حقایق جدید را افشا خواهد کرد. اگر علاقه‌مند به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. ساعتی پیش آرتین عبدالعالی در پیج اینستاگرامش که بسیاری از ناگفته ها در مورد آرمان و غزاله رو افشا میکنه، با انتشار چند استوری و چند عکس این چنین نوشت: این عکس خیلی قدیمیه ولی تازه پیداش کردم. اینم منم. احتمالاً واسه 12 سال پیشه. نمیدونم کجا بود ولی حدسم سوئد هستش. آرتین عبدالعالی در ادامه گفت: بیایید با هم یاد بگیریم از اونا. بیایید نبخشیدن و کشتن و ازشون یاد بگیریم. این حرفای آرتین عبدالعالی کنایه‌ای به پدر و مادر غزاله شکور هست. و در ادامه استوریش آرتین این چنین نوشته: همدیگر رو از گردن آویزون کنیم، کلی دروغ بگیم، بعدش هم با یکی هماهنگ کنیم که بیان خونمون، ازمون فیلم بگیرن که حس کنیم ساپورت مملکت با ماست، ولی نمیدونستیم من و تو میان روی واقعیت رو نشون میدن. آرتین در ادامه با انتشار یک استوری دیگه گفت: من یه چیزی بگم، من با چیز بیشتری برمیگردم. آره یه مدت نبودم به دلایل زیادی، ولی الان دیگه چیزی نیست. شعارم نمیدم، از خودم و آرمان میگم و چیزای دیگه. آرتین در پیج اینستاگرامش گفت: و اینکه لطفاً با من باشید. تو این راهی که میرم تنهایی صدایی پخش نمیشه. ممنون از همه. همچنین آرتین اکانت فیکی که به اسم برادرش آرمان که دشمنان آرمان این اکانت رو درست کردن به نام آرمان قاتل خاک، که با انتشار یک استوری در این اکانت نوشته شده پدر آرمان دزد بوده، انقدر دزدی کرده از مردم، عاقبت پسرش خاک و رجایی شهر رو اعدام شد. عاقبت دزدی همینه. همچنین این اکانت دشمنان آرمان عبدالعالی به مادر آرمان و آرتین هم اهانت کردن و این چنین نوشتن: عاقبت کشتن دختر معصوم مردم اینه. کاترین که اسم مادر آرمان و آرتین هستش بهش توهین کردن و بهش گفتن بچه بود تربیت کردی، زیرخاکیشو تحویل بگیر، خوشحالیم که اعدامش کردیم. و آرتین عبدالعالی با انتشار این اکانت و استوری هاش این چنین نوشت: آره ما دزدیم، نه اون آقایی که بعد از 8 سال نمیدونیم چی کار است. منظور آرتین عبدالعالی از گفتن این جمله در واقع پدر غزاله شکور بود که ظاهرا هنوز خانواده عبدالعالی از شغل پدر غزاله شکور مطلع نیستند، ولی فقط میدونن که مادر غزاله شکور یک آرایشگر بسیار معروف هستش که در واقع در قسمتی از افشاگری‌هاش آرتین عبدالعالی مطالبی رو راجع به مادر غزاله افشا کرده بود که کارمندان مادر غزاله هم در قسمتی از افشاگری‌هاشون از مادر غزاله یعنی خانم ناهید شکوهی زیاد راضی نبودند. آرتین برادر آرمان ادعا میکنه که همه این تهدیدها و این اکانت متعلق به نزدیکان و اقوام غزاله شکور هستش و برای اینکه ادعای خودش رو ثابت بکنه قسمتی از چت خودش با اون افرادی که در واقع دشمن آرمان و خانواده آرمان هستن رو منتشر کرده و در ادامه با انتشار یک استوری نوشته: اون شماره فقط دست فامیلای اون آدماست، خودتون ببینین اونا چی بودن. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به قسمتی از افشاگری های ماجرای آرمان و غزاله. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اما آخرین گفتگو با آرمان در زندان. از آرمان در آخرین مصاحبه سوال میشه: آرمان روزهات رو در زندان چطور میگذرونی؟ آرمان در پاسخ میگه: اوایل که به رجایی منتقل شدم فقط در اتاق می نشستم. فرصت پیش می اومد که برم به واحد فرهنگی، اونجا مشغول می شدم. در کتابخونه وقتم رو میگذروندم و درس می خوندم. بعد از ظهرها هم با بچه ها والیبال بازی می کردیم. آرمان سوال میشه: چرا یک دفعه مرتکب چنین خطایی شدی؟ آرمان میگه: اسمش رو بذارید حماقت یا بی تجربگی یا همون حماقت. بله حماقت.
از آرمان سوال میشه چه چیزی باعث میشه اینطور در مورد اون خطا حرف بزنی؟ آرمان در پاسخ گفته بود اون روز نباید غزاله رو با چمدون بیرون از خونه میبردم، کاش به کسی اطلاع میدادم، اما فقط به این فکر میکردم که زودتر غزاله رو از خونه ببرم بیرون. هر تصمیمی گرفتم فقط از روی نادانی بود. از آرمان سوال میشه چی شد به فکر چمدون افتادی؟ آرمان میگه من رانندگی بلد نبودم، گواهینامه‌ام نداشتم، تنها چیزی که اون لحظه به فکرم رسید چمدون بود. از آرمان سوال میشه غزاله چه سهمی در زندگیت داشت؟ آرمان در پاسخ میگه دوستش داشتم، خیلی زیاد دوستش داشتم، انقدر که شب و روز بهش فکر میکردم. غزاله دختر خوب و سرزنده‌ای بود. از آرمان سوال میشه در این سالها بیشتر از هر چیز به چه چیز فکر میکنی؟ آرمان گفته بود فقط به روز حادثه فکر میکنم، یک بارم تا پای چوبه دار رفتم. از آرمان سوال میشه از همون حال و روز و اون روزا بگو. آرمان گفته بود از اون روز زیاد چیزی یادم نیست، من که در بدترین حال هم سعی میکردم قرص و دارو مصرف نکنم، اما اون شب آرام بخش های زیادی مصرف کرده بودم، انقدر گیج بودم که نمیفهمیدم دارم چی میگم. به بالای تناب دار نگاه میکردم و خودم رو تو اون بالا میدیدم، بعد هم تا 1 هفته نمیتونستم صاف بایستم. از آرمان سوال شده بود در اون لحظه دلت میخواست چه اتفاقی برات بیفته؟ آرمان میگفت دلم میخواست خانواده غزاله باور کنند که من جای جسد رو نمیدونم و دلم میخواست از پدر و مادرم عذرخواهی کنم که کار به اینجا کشیده شد. اما دوستان عزیز، جالبه بدونید که پدر آرمان در قسمتی از مصاحبه هاش اعلام کرده بود که خیلی از خانواده هایی بودند که مثل غزاله و آرمان ماجراشون خیلی پیچیده تر بود، ولی خب به هیچ عنوان مثل ماجرای آرمان و غزاله مسئلهشون در رسانه‌ای نشد و هیچ کس انقدر باهاشون مصاحبه نکرد. ولی لزوم تایید و رسانه‌ای شدن ماجرای پسرم آرمان و غزاله چی بود؟ چرا باید انقدر جنجال به پا میشد؟ آرمان در آخرین لحظات حتی در پای چوبه دار هم ادعا کرد که به هیچ عنوان غزاله رو نکشته. درسته بهش چند ضربه زده، اما غزاله رو نکشته و پیکر غزاله رو تکه تکه نکرده و از محل جسد غزاله هیچ اطلاعی نداره. ولی خب خانواده غزاله شکور گفتن امکان نداره و آرمان تا آخرین لحظه زندگیش هم محل جسد دخترمون رو پنهان کرد. و حالا آرتین عبدالعالی در قسمتی از افشاگری‌هاش سعی داره از حق و حقوق برادر از دست رفته‌اش دفاع کنه و اعلام میکنه که برادرش بیگناه پای چوبه دار رفت. آرتین عبدالعالی به این نکته اشاره کرده و گفته آرمان اون غول بیشاخ و دومی نبوده که در واقع ازش در بیرون از زندان ساختن. آرمان یک بچه با حیا، با ادب و با سواد بود. آرمان در زندان درس خوند و سعی کرد به عنوان یک زندانی موفق که در واقع اون کسی نبوده که همه ازش میگفتن و شخصیت منفی نداشته، به عنوان یک زندانی بیگناه که از روی خطا و در واقع نادانی دوران پشیمانی یک خطایی رو مرتکب شده که از کرده خودش پشیمون بوده ولی به هیچ عنوان کسی رو نکشته، دوست داشت که شخصیت خودش رو در معرض دید قرار بده و با درس خوندن و شخصیت خوب و سالمش همه رو مطلع بکنه که بابا من آدم بدی نبودم، ولی در نهایت پای چوبه دار رفت و اعدام شد و حالا آرتین تنها صدای آرمان عبدالعالیه. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو راجع به ماجرای آرمان و غزاله و همچنین افشاگری های آرتین عبدالعالی برادر آرمان در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لطفا لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.